دیور میگویی که مهاجرا میگی مقصد هنر ندارم من هنر مکن نشونت بتین اینش پروای تراکتره اینش دستورینی کرانوفشکه باش نیکران اینش سوار چیکم با پروای ماشین دارم همه کاتگوری تراکتور دارم سوار چیکی بهترینم توربای گاز سوار میکنم چون من کار پیدا نمیکنم در تاجیکستان جای کارم بیاو من حاضر میرم نمیخوام جای بخزم میرم نگاه که وقتی که میگم که من هنر دارم دکمنت همه بروری نشون میتی هنر داری ها کجون در تاجیکستان کجا دا اومدی همون دکمنت نشون دادی که ترا گفتن که بذار برایجا یا که بیا پاستل کنیم بعد من ترا کردم میگیرم سوال تاجیکستان دادم تاجیکستانی انا من ارسیش نشون ندادم من هیچ برای با ارسیش دارم این تاجیکستان بخدا نه تاجیکستان هستگه بچه اینا نگاه کن نه اکا جون من ترا درست فهمیدم من تا سوال دادستم همه حجتات قطعه یگم شغل اهالی رفتیم مراجعت کردی که من قدر هنر دارم مرا یگم کارخونه یا که یگم کارخونه در رفتی گفتی که من هنر دارم مرا کار بگیرن ترا پاستل گفتن یا که یگم کار دیگه قطعی کار میگیرم گفتن آخه من همه چیزا رو بگم ترا که بازبان تاجیکستان گرفتگیم من تاجیکستان من وقتی که بیا بورگا برآمدم درباره پاسپورتم گپ زدگی بودم من 2 سال تاجیکستان برآمدگی نبودم من فقط شغل اهالی گفتی که اونم شغل اهالی من نوحه قبادیانم دور نمیره اونم برای 2014 من در نوحه قبادیان در شغل قبادیان نه شهر دوشنبه اومد یگم منطقه را گفتی در دوشنبه اومدگی کار گفتگی در یگان جو کار نگفتم تا که کراچی نیست کار فهمیدی ولی نگاه که شغل اهالی همین نمره مرا بگی اکای سین همه برادر قطبت مرا عدل نپیوست که من نمرم همتمش بیایا والله قسم من خودم همین تنرایی که گفته است که کرانوفشیک یا اینکه نم ماشین تاکسی نم من هنر دارم تاکسی پروست ماشینی مایده میکنم راش یافتم زندگی من برده استم بیا دامی جمعی پر رکورد دونی مازورای دامی خیلی اولک چی کرانوفشکو میگی اولک شما دا قناعت میکنه یا نه انا سوالای بامیون میا انا گوش که برادر خود گفتی که من 2 تا فرزند داشتی یا که 3 تا 2 تا انا من 4 فرزند دارم مثال من در دهات زندگی مینم مثال ماده ها هم قشیدگی که 4 ساتیق زمین دارم 4 ساتیق و 4 ساتیق من یگان چی کردن نمیتونم که مثال کارچیکا بگیرم پیاز بگیرم که مثال من مجبور میشم که روسیه بیام تاجیکستان والله قسم بوی اکا والله قسم ایما دا بوی که 4 ساتیق زمین دارم من 4 ساتیق زمین ندارم من کوارتیر در زندگی میکنم والله قسم برادر الماز خدا نگهدارت باشه شما اسنادایی که برای این آدم لازم بود پیشنهاد کردین که ما تولیت کس میگوی این همش کس داره اما بیکاری در بدره نه کس بویله که میتنش خیلی روزیه دارم خیلی قناعت میکنه اویلی که همین در پیشنهاد میکنه دولت این ایج ده این اویلی که تاجیکستان در روزی نیست برای همین روسیه رفت سوال به همین نفر حاضر کدام عصره عصر 21 با فکرم خب عصر 21 باشه خیلی که شما گفتین مردم باید یک کارهای پستی را در نظر آوردین که اگه بیام مورد این مراتبه نام نگیره مثال باید قابل کنه باید یک چیز بفروشه و یک کارهایی که ای عصر 21 باید به عصر سنگی بگذره بعد در آخر گپت گفتی حکومت در اینجا گناه نداره و او کسی که سوگند خورد به نام پاک الله و سوگند خورد امروز فرد ملت به عهده گرفت او باید چیکار کنه در 29 سال باید چیکار کنه پیشروی برای ملت باید اون قابل بته باید اطلاع فروشی بگه باید چیزایی که شما نام گرفتین باید ایرا بفروشه او را بفروشه همون را بکنه یا که باید پیشروی باشه یه قرضایی که خلقیت گرفته برای من چیزوقت من نام خوردگی مفتستم در گذشته ما خواهش میکنم سوال جواب بدین گذشته رمان خواهش میکنم سوال جواب بدین خب چی سوال خواهش میکنم با سوال جواب بدین سوال اخشرو بده اخی سوال مخشرو دادیتم او نفری که
سوگند خورد به نام پاک الله. در دوام سخنش سوگند خورد و امروز و فردا ملت به عهده گرفت. او باید چیکار کنه؟ خیلی که خودت گفتی حکومت در اینجا گناه نداره. او باید چیکار کنه؟ 29 سال برای چیه؟ سببش به سبب نمیشه کو. سوال در جا بگم. بله. ما یک چیزش در قناعت بخشم، یک کارش ده. ما قناعت بخشم، ما شکر میگم همون کارش ده. بگم چیه؟ کیرا بس کیرا گفته است درباره کی گپ زده؟ درباره کی گفته است؟ فهمیدی که درباره پرزیدنت گپ رفته است. فهمیدی که رحمانوف درباره پیشروی او زنک برای خاطری همه چیز ترا گفت که بیناموس برای خاطری اون آدمی که تو دفاعش داری این نایب زن بیچاره را کو مهاجر کردگی ای انا که نه ایرا اکای حسین والله قسم اکا جون همین مردک اساسی برادر این افغانو این قدر دایجا مهاجران و کی باید گیلا کنن ای پرزیدنت شو افغانو سوال دا جواب بده خواهش میکنم سوال دا جواب بده اومدن سون کار کردستان مهاجران اومدن سون کار کردستان اما ما بس میکروفون ترا بکشم که دیگر از کنترل بیرون شده است برادر ما در همین یک چند نقطه ذکر کرد من میخواستم یک چکنم خصوصا برادرها را خصوصا عموما مهاجر را میگه که گناهگار میگه شما هنر ندارید شما کسب یاد بگیرین جای کار پیدا میکنین. من شخصی که من چیزی میگم اگر در حقیقتا جوانمرد هستی برای جای گفتگی من پرور که من چیزی میگم ببین هر چی میگی در برنامه دیگه بیاد در پیش مردم 10,000 آدم ترا میبینه بگو. من کسی هستم من استاد دانشکده اسلامی هستم از سال 2012 تا 2015 من متخصص من 9 زبان صحبت میکنم 9 زبان اگه شهادتنامه من یک طرف کنم. من کسی هستم که نه اینکه جای کار طلب کردم بلکه سرمایه‌گذارای خارجی رو آوردن که به دیگران را جای کار پیدا کنم. من میگم نامنویس که برای همونجا را تکستیل فابریکه دوشنبه شرکت نساجی تاجیک در همونجا به نام یک کس انور کلا انور بازارویچ دیرکتریک میکند که قدای نوردین اکای رحمانوف است. 72 گکتر زمینی که در قلب دوشنبه جایگیر است سابق پیش از رحمانوف موادن همین شرکت حدودی 18,000 نفر در 3 شیفت شیفت کار میداد تامین میکرد از ناحیه اومد دوردستا حتی که از نورآباد و کمسوم‌آباد از این طرف از همه جا دوجا کار میکردن با کار با خوابگاه تامین میکرد. امروز دادست همونجا من کار کردی همونجا سنبژن کار کردی هستم. من را بگو من متخصصان سرمایه گذارهای خارجی را آوردگی هستم از پاکستان آوردگی هستم همراه همین من نامشان میگم برای بگو که همین آدم چی گفتی دروغ میگه راست میگه. چودری عظیم میگن از لاهور پاکستان و فیصل آباد پاکستان کسایی هستن که بازار پخته پاکستان همین دو شهر کلام اداره میکنن. همون برادرها رو من آوردم برای سرمایه‌گذاری همراه انور بازارویچ انور کلا که حالی پیشتر او در صحبت‌های او خواهر که گپ زد گفته که این میکنن همین انور بازارویچ ببین اگر مرد جوان مردی فقط از گردی همین تکستیل فابریکه بپرس کسای کار کردن اکثر کسایی که زنهای در اونجا کار کردن اکثر بیچاره‌ها دخترای اونا رو خودشون تجاوز کردگی است و برادری همین انور بازارویچ کشتگیان از اوی تجاوز که برادرش ولی دیگرش پروکورور کار میکنه اینا ببین تحقیق بکن من در اونجا کار کردم انور بازارویچ بگو سید علی اشرف شخصا همین تا میشناس یا نمیشه کار کرده بود یا نه بگو من دقیق میگم با فکت دلیل ببین صحبت ببین یک دقیقه من گام صحبت خلاص که تو میگو که جای کار کنه من کسی سرمایه گذارای آوردم که در به یک تشه میگم دویمش کسی که در بازم میگم که در ناحیه یاوان مرغ فرما تشکیل کرد اون از پاکستان هستن اونم هستن دیگه با همین خیلی 3 نفر آوردم که سرمایه گذاری کردن و دیگر شرکت که من کار میکردم باید شهرهای دوشنبه گرانیس ازبکستان که
همینجا چند کیلومتر است، 59 کیلومتر است، 60 میلیون دلار امیرا چی گذرانده بودن برای چی کردن، برای گرفتن، یعنی مسابقه گذرانده بودن. در همینجا من شرکت آوردم کار میکرد داخل دوشنبه. میفهمی وقت من این چیزا را بپرسم اینا را که همین آدم راست میگه دروغ. ببین که از 60 میلیون دلار همین آدم همین رژیم 25% نقدن از ما پول طلب کرد که این همین 60 میلیون دلار نقدن پیش پرداخت میکنین، بعد همین ترند را میگذارین شما. فهمیدی؟ بعضی چیزایی میگو تو میگو که مردم کار پیدا کنن یا که جای کار تو چه کار میزنی؟ من دیپلم اساس کار و چیزا رو یک طرف بمون. من چیزی میگم که برای جای کار برای دیگه مردم تامین کردن، من یک عادی ترین یک شهروند عادی که من از خارج کوشش کردم با اینکه من خودم یک شرکت بکشم این دیگه یک طرف باشه. من دیگه سرمایه‌گذاری بانک ملی پاکستان که در اونجا کار میکنه از نول شروع کردی تا وقت چی کردنش همه اینا اونا برا بپرس شخصا من چی کار کردیم و چی کار کردیم که امروز ما خود نیفتیم در اونجا کار کنیم با دیگه مردم جای کار تامین کنیم. برادر تو شمت نپوش مردم درد مردم به همین گفتگی ایش جواب بدیم یگان درد مردم تقبل نمیکنی. من همین چیزایی گفتم اگر مرد جوان مردی برای تحقیق بکن من راست میگم دو دیگه من گپ نیست که خوب خیلی خوب نیست که لیکن ما برم پیشی یک لحظه تکستیل برم که ما پیشی رئیس فون میدروم را میمونند رو مدنی سوال تو انا ببین تو قند خورده که در داخل تکستیل فابریکه بدروی پاهات همش کنه برای که اکثری ببین اینا رو من برای تأخیرت نمیگم برادر اکثری همون 4 تا همون فابریکه در داخلی فابریکه همون تکستیل فابریکه تمامی همون دیرکتورش لد میخوشد شتلد میکرد همین خودی همین انواری کرد یک این خودش یک پرشتی فروش بود بود ای که نزدیک به قومی یعنی به همین اویله است گرفتن همین ببین 72 هکتار است من دقیق میدونم لیکن منفعت نیست کنترل نیست. تو ببین ناحیه‌های دوردست چی میگه که اونجا عموما مثل محب الله و دیگر اینا مردم چقدر ظلم میکنن در داخل شهر که نمیبینن برادر کمتر انصاف در کار یا نه؟